داستان کوک چهارم داستان خیلی خوشگلیه، من عاشقشم واقعا و به اعتقاد من هر کسی بلد نباشه این داستان رو نشینده باشه، نمیگم همه عمرش، نصف عمرش برفناست. یه روز یه بنده خدا کفشش خراب میشه، میره پیش کفاش باشی، میگه آقا این کفش منو درستش کن. کفاش باشی نگاه میکنه، میگه که این 3 تا کوک لازم داره درست بشه. کوکی 100 تومن 300 تومن. این بنده خدا پرداخت میکنه و آقای کفاش باشی شروع میکنه کوک اول، کوک دوم، کوک سوم رو میزنه، نگاه میکنه میبینه کفش خوب شد دیگه. یه نگاه فنی‌تر دقیق‌تر کارشناسانه میندازه به کفش. میگه اگه یه کوک چهارم دیگه من به این کفش بزنم، کفش اصطلاحاً کفش‌تر میشه. دیگه اون کار میکنه برای این بدبخت. گیر میکنه اینجا، میگه خب من پول اینو گرفتم، وقتم هم گذاشتم، الان دیگه نه به لحاظ اخلاقی خیلی مسئولم، نه به لحاظ قانونی دلیلی نداره بخوام بزنم کوک چهارم. میگه دنیا پر از این کوک چهارم و ماها کفاش‌های دو دل. کوک چهارم یعنی بیشتر از پولی که گرفتی کار انجام بدی. کوک چهارم یعنی بیشتر از تعهدی که دادی کار انجام بدی. کوک چهارم یعنی بیشتر از مسئولیتی که داری کار انجام بدی. کوک چهارم یعنی بیشتر از وظیفت کار انجام بدی. شنیدید میگن طرف دلش بزرگه، دل دریایی داره، یعنی همین، یعنی کوک چهارم رو میزنه.